سلام وقتی همه دوستا بخیر، هر کسی که در هر جای است شاو است و هر جایی که صبح است صبح و شاوی همه بخیر. امروز به مهمانی خاص از ما ذکریا است. ذکریا بیار از ما که است آقای محسنی. دو کتاب نوشته کردن و امروز خواستیم که در مورد امروز دو کتابش قصه کنیم و در کل قصه های کویتش بشنویم و امروز نه تجربه هایش که در بیرون زندگی نه بشنویم. ذکریا بیار بسیار زیاد خوش آمدی. تشکر یک جان، زنده باشین، جور باشین. با اجازه از شما ما سلام عرض کنم خدمت تمام بینندگان عزیزی. ده هزار اکسپریانس، امید که قوم هر جای هستند جانشان جور باشه. و همینطور بسیار زیاد تشکر از شما غضنفر برار و کاظم برار برای ازی که امروز مرا فرصت دادین تا خود شما مخاطب شویم. باز بخیر. امید که بسیار یک لرنینگ اپورتونیتی برای خود ما هم باشه. ما در خدمت هستم. سلامت باشی، جور باشی. ما یادم مانده وقتی که کرونا همده بود، باز ما و کاظم همیتر امی سلسله پودکاست این مو وقتا شروع کرده بودیم. گفتیم که یک پودکاست سیریز شروع کنیم، مردم ها دخانه خسته امی قصه های از ما رو بشنوه، کم توم یادم بگیره، سرگرمی هم بری از اونا جور شونم. بعد از او یک سلسله چی شد، در قول کس به اصطلاح پیش نرفت، به خاطر از اینکه مو کاظم در پی اچ دی خیلی زیاد مصروف شدی. فکر میکردی که کرونا هم در خانه میشه دیگه کار نیست ولی در خانه هم یک بلوک کار پیدا شد. پروگرامینگ و این چیزا بود که از خانه میکردی. باز دمو وقتا یادیم اگر باشه شما رو ما دیدم که در فیسبوک و اینجا که خیلی زیاد فعال بودین. باز امیتا یک سیریزی پودکاست به نظرم شما شروع کرده بودین از زیری پرچمی میچی تیوی به نظر من مرخمه. بله بله بله، درسته برار. بله. یا خب. چه وقت چند سال پیش مو وقتا بود. او وقت ما استودنت بودم در اومیو یونیورسیتی. باز مو تقریبا بعد از ظهر، بعد از استادیز که فرصت مو شد، مو در ذهن ما یک دفعه شوقم بود تیم چرا نه که است برای دوستایی که پروفشنال سا، دوستایی که مثال اگه کارکردگی دارند در معاشره از مو امونا رو تو سوشال میدیا می بتونیم کنیکت کنیم. البته کلانتری موتیویشن از ما می بود نسلی نو، بالخصوص نسل نوی هزاره قوم هر جایی که هست ترو امزی گفته شمو اپیزودز که مو داشتیم بهتنه یک رقم کنیکت شونه قدی کسایی که بهتنه اینسپریشنال استوریز بلدی از اونا بوگیا و میتر تا حدی اگر سوال و غیره دارن اونا بتونن جواب بدیا. چرکی ما در منده وقتی مو خودون مریضه بودی، البته او تیم خود دور سوشال میدیا هم نبود، اما بسیار زیاد خودون ما میتر تقریبا یک رنگ خود گم احساس میکردیم. یک استوریجی که از معاشره از مو مثال از گلیای از مو و منج که مو زندگی من یک آدم بسیار کلان کارکردگی داشته باشه مو کس خبر نبودی. همیشه کس از دیگه ملکا یا از دیگه کسا کوشش میکردی کنیکشنی. باز او امو وقت امو اراده بوده قد از او یک چندن اپیزود که مو داشتیم. خیلی عالی. موش کم ما یک کم به نظر میاد منده شما رو در کویته دیده بودم ولی بیشتر زیاد نه. تازه کاظمم قصه کرد که اردیشم در تامین نو یک جای میخندن. بله بله بله، ما مو یا چی بخیر. فرست ایر یک چند ماه پری انجینیرینگ مو کاظم برار یک جای میخواندیم. باز ماشاءالله کاظم برار چی حالی گفتیش فیس تو فیس ما تعریف شان کنیم ولی هم زودیم ماشاءالله کستا در حسابی ما خوب داد منده یک خاطره. شاید کاظم برار بیشتر دربارهش گپ زده بیت زیاد میجنم. مو یک کیمستری تیچر داشتی در خیال این کیمستری بود پری انجینیرینگ میخواندی او بنده خدا اول خو اول زیادی تیم در خیال کلاس تیچر از مو اونا بودن. اگه پروفسور بود نام شده نمادم چند واری باز مو سوالات که پرسان میکرد تقریبا مو 50 60 70 نفر زیاد بود کلاس دیگه. تقریبا تمام آرام بود مگر این طرح شده که غلطی زور حتی کاظم برار بدر میکرد. خیلی عالی، خیلی عالی. چند چند مهینه خواندیم از او بعد باز مو مسافر شدیم دیگه. خب یعنی شما در یک بچ بودین دیگه. آن آن. آن جمع خب، خواندیم. غالبا چند مواری اوورلپ شده در تعمیر نو در فاز شده خیرم در پرینجنرینگ کلاس. خب زکریا برای از اونا که شما را اولین مرتبه برمیگردن کم ذره درباره امزو ابتدایی تعلیم قابل بگین از کجا شروع کردین، باز متریک از کجا شد، اف اس سی، بعد از بعد در کدام طریق رفتین اهل اشکال در سویدن هستین در خیرم غالبا. اونجا کدام یعنی ایژوکیشن چطور کنتینیو کردین و امروز چیکار می‌کنین در رو کم ذره اگر مختصرا درباره خب بگین که ببینندگان ما
کم برای شما بهتر بفهمم. حتما چشم. خب ما متری خوره از این نیو کینرگاردن از اسکول حضرتان کویته کدام باز همونطور که گفته شد یک چند مهینه وری تامنا میخواندیم. او وقتا افسوس حالات میتر بود، تقریبا دیگه مشکل بود که آدم بسیار کدی کلان امیدواری بتونه خواندن خورا پیش ببره. باز یک رقم دیگه سانحات زندگی دیگه هم پیش آمد که باز ما مجبور شدیم که مهاجرت را انتخاب کنیم. بعد دو بعد که مو سویدن آمدیم اینجی باز واپس مو تقریبا از اول زبان و از بعد که کالج لیول استادیز بعد دو بعد یونیورسیتی بیزنس ادمنستریشن اینترنشنال بیزنس ادمنستریشن ما د اومیو یونیورسیتی د شمال سویدن د اونجی بچلر کدوم. از بعد باز جاب ما د یک فاینانشال از ا فاینانشال ادوایزر امی مورگیج اور پرایویت لون و غیره و ترو فون کستمرای هندلز بانک یعنی سویدیش بانک اونار هلپ مونم. تقریبا یک 3.5 4 سال مو شد دیگه می سیم جابه. بسیار خوب، بسیار علی. ما همیشه یادم مانده ذکریا بیرار که یک برنامه شما داشتین، به نظر من تقریبی رونمایی کتابشون بود که بله در کویته بوده و اونجی چند بزرگارم کوی کده بودین، بازمی کتابای خورم شما نشر کده بودین. باز به نظر ما آقای فاضل هم دو برنامهشون بود. بله اه، بله فکر کنم امو کتاب شما مو وقتا ده پیش چی من میترماد، باز بعد از او کسته نشد که کتاب رو بخوانم، ولی امی که شما برای ما شریک کردین کتاب رو باز خواندم. امسو با ما مرد رو خانده بودم که پیام دادم دیگه. خیلی ما اصلا هیچ باوریم نمیشه که یک نفر در عمر شما اینقدر یک کتاب نوشته کنه که اینقدر عمیق باشه. چی باعث شد از این پیشتر که در دیتیل کتاب بری، مخصوصا اول کتاب شما ادیوس دیر فادر، چی باعث شد که شما کتاب را امی کتاب نوشته کردن ایدی ام زید ذهن شما باید؟ ما ایره یک دو جای دیگه گفتم که در کالج لیول، پیش از کالج لیول اصلا فکر کتاب نوشته کردن و حتی کتاب خواندن در ذهن من نمیاد. ولیکن در کالج لیول مو یک کلاسمیت داشتی در نام ساموئل، بسیار یک میستریس کاراکتر داشت. همیشه که سیل میکردی گوشنشین کامپیوترش قچی بود دیگه او خدا چی میخوان یک چند وری که است حتی لانچ تایم مازو که همیتر پرسان میکردم که او کم مطلب تو از تمام جدایی چطور مابین کامپیوتر چی هسته. باز اون گفت که هسته ای تو یک دفعه قچی آشنا شونی دیگه در خیال از ما دیگه هیچ چیزی دیگه بلدی است تو اینترست نی. امو تر که یک کوت مثال از ایساک نیوتن که مگه وقتایی که اونا آخری نفسش مگریب مگفت تو چی یک احساس داری، مگفت ما مثل یک بچی ریزه وری فقط پیش دریا، پیش مثال که است دریای علم خود میگنم که ما قد ریزه سنگ بازیم در حالی که پیشیم دریای علم. باز یک خو ساموئل بود، دوم که اسمو بسیار خوب سایکولوژی تیچر داشتی در نام جولیا بودن. اونا باز امو ما بین سوشال سایکولوژی بالخصوص که اونا درس میداد بسیار ازی تر مثال استنلی میلگرام ولا میت سولومانیش ولا اکسپریمنت هو به هو که است تقریبا مطابقت مکرد قدیم و معاشریزم و مو اکسپریانسیزی که مو داشتیم در کویتا. باز به خاطر از او باز ما بسیار زیاد دلچسب پیدا کردیم ما بین سایکولوژی هیومن بیهیویر، حتی مثال میتونی بگی سوشال سایکولوژی. از او بعد ما کتاب خواندن ما آهسته که شروع کردم. تقریبا اولا که فقط سایکولوژیکال بوکس بودن، چی از حساب ریسرچ یا حساب فلسفی کنکتی تو سایکولوژی بودن. باز در خیال از ما میره زیاد اینسیست کنم که زیادی دوستان از ما پرسانه که ما چطور نوشته کنیم. در خیال از ما کتاب خواندن که است پریسید مونه، همیشه کتاب نوشتن را. و یک انسان اگر بسیار زیاد کتاب بخونه میتر که ویرجینیا وولف مویه که اگر 2000 بوکس بخونی your words will run like a river. مطلب دمو شاید میتونه باعث شونه که پیش از اینکه مو بتونیم نوشته کنیم زیاد کتاب میخواندم. باز دمو ریلیشنشیپ نوتس که بودن اول نه کتاب او بیست ولی می رومانتیک ریلیشنشیپ حداقل سایکولوژیشی بودن که باز ما اجتماع فکر کردم گفتم ما یک زیاد قبل گفتو دارم بهترین میدیم یا می کلاسیک میدیم ترادیشنال میدیم می رایتینگ است تو why not write. مطلب هو یعنی اول کتاب شما ریلیشنشیپس بوده، ادیوس دیر بله فادر دویم کتابه. دوم بله کتاب را که میخوانه اولی که واقعا آدم وقت کتابشون رو ما خواندم از او اندازه میشه که امی از جمله بندیشم اندازه میشه که حتما کتاب خواندین با مخاطر همو مخصوصا امی سایکولوژیکال کتابا را
هیومن نیچر این چیزا رو شما حتما خواندین، کتابایشی بعد از او کتاب نوشته کردین. ولی یک چیز که نظر از خود ما افتید ای بوده که در معاشره از ما ای بسیار تابو است که جوانا در مورد مردن فکر کنه یا گپ بزنه. یعنی اگر ما در محفله بشی اگه جوان هم باشه بازو بگه که او مردن چطور چیکار، باز کلانا مگه که چی منی درباره مردن گپ میزنی، جوانا نباید درباره مردن گپ بزنه. ولی شما در کتاب خو که نوشته کردین سپیسیفیکلی درباره مردن نه، او رو یک بسیار خوب پرسپکتیو دادین که اول اکسپلین کردین که مردن یعنی چی، یعنی زنده نبودن. باز از یک بلوگ انگلا او را اپروچ کردین و او را انپک کردین. امی درباره امزی چی نظر دارین که یک تابو است که بچه ها یا دخترها در عمر از ما و شما درباره مردن قدر عمیق گپ بزنه، قدر عمیق در دیتیل گپ بزنه؟ امی یک دورانی مثال که است بخشی که تازه آدم آیسته آیسته خود میشناسه، یک تقریبا آدم چطور بگی سن آسمان سیل نه، سن اگزیستنس سیل نه، سنی حتی کریشن از خود فکر نه. باست ما در خیال از من اینویتیبله که آدم سوال پرسان نکنه که why is there something rather than nothing. مطلب باز از او حد سه که آدم گفتهش تا حدی سنسیدی پرکتیکل لایف کی بوره هو به هو که است شاید آدم دمی استنفاین مرسه که how should I live my life، ما چطور زندگی کنم. باز امونجی ما بین امزی اکویشنی که آدم یک اموتر که البرت کامو مگه که یک ابسارت اگزیستنس مو مینینگ تلاش منی ما بین یک گوتر یونیورس که مورا مینینگ پروواید نه at the same time باز مو انسانایی هستی که ریفلکت منی. پس تقریبا مو حدودی که ما چطور زندگی کنم استرایک فلسفرز یک مطلب یک ترم داره در نام میمنتو موری، مطلب remember that you are gonna die. مطلب در یادشون همیشه باشه. مثل ازی که این فلسفیکال اسپیکت چی یک طرف، امی پرکتیکال اسپیکت از میه که هر روز وقتی ما بالمشوم، وقتی مثال که است مر یک روزی نو ملا موشه، ما باید همیشه در پس ذهن ما می چیز باشه که this could be my last day. و این کیس اگر می روز آخر ما هم باشه، ما می روز کو چطور میخوایم زندگی کنم. یعنی تقریبا اگر اموتر کی کهاوات که if you treat your day as if it's your last day, one day that's gonna be true. So او رو خویش که خبر نیه که کدام روز. پس هر روز را آدم اگه ایتر زندگی کنه که ما درو یک قدم مزید در مردون نزدیک مشوم. هاو کم که مثال بسیار دیسیژنایی که ما از حساب لیزینیس، از حساب پروکراستینیشن مشه، از حسابی که ما گرانتید میگرم بالخصوص ریلیشنشیپس و غیره خو اونو چیزا را که آدم مزید دوبارهش سیریاس فکر نه. مثل که لیو تولستوی در مابین د دیت آف آیوان ایلیچ که است آخرنام آیوان ایلیچ که است آخرنا اندرستندینگ از او میموشه که ما مرگ نفهمیدم امزو خاطر زندگی از ما مثال که است امو تر بهوده تیر شدم. پس کلانترین ریزن شاید می باشه که دانستن یا فهمیدن مرگ مورا زندگی خوبتر و سرکدو شاید نشان میده. امیر در کتاب هم شما نوشته کردین که فکر کنم در اولنا چپتر است که میگن الکس سمیت کلیریفاید موگه که امین نالیج که مو ممری اینمی مورا انسان جرمونه. بله الکساندر سمیت اونا همی ترموگیان و یک چیزی هست از خاطری کانشسنس از مو اورنس که مو داره I think مثال مو واحد سپیشیز است که we can imagine the future و همی تر که future ایمیجنی مو باز دیت اویر هم شده میتنی. باز امی که است از حدودی که obsessively آدم خدا نخواسته از مردو ترس نخره اور خو یک سید بیلی، بلکه امی که مطلب که است در ذهنش همیشه باشه که یک چانسی هست و تقریبا اگر او یک پروبابلیتی باشه پس ما چطور باید زندگی کنم. بسیار خوب. بگی قسم فقط گرفتم. ما امیر میگفتم که در معاشره از ما مثلا اگر فکر کنی در هزار تاون ذکریا بیرار چندن کتابخانه چندن لایبرریه شاید نمیفهمم. شاید ما خو در بین مردم از ما کدام لایبرری نشیندم. again correct me if I'm wrong, maybe ما شاید خبر نباشم، ولی در بین مردم از ما می که مکتبه است، اسکولا است، شاید در بین از او کتابا هم باشه و او کتابا هم شاید یک نیم درصد یعنی 50% چی کتابای چیز باشه خودی مکتب باشه، یعنی
کریکولمی خودی اسکول باشه و 50% چی کتابای بیشتر باشه، از یا کی افسانه باشه یا غیر افسانه دیگه کتابا باشه. می رقم در مریاباد ما که یادم مانده اومد که ما میخواندی لایبرری داشت و همیشه زورش بریم زی بود که بچاره تشویق کنه که کتاب بخونه، ولی در مکتبه از ما کدام کتابا نبود. و کلانترین جایی که در مریاباد که واقعا کتاب خواندن تشویق میکرد امید لایبرری بود که عریف صاحب بود، شاید کاظم هم یاد چی باشه. ریزه لایبرری جور کرده بود در سرپل سیلگنید دمو حالا دی خستزاری مردم از مو که دو روزا مو داشتی، باز هم مردم رو تشویق میکرد که کتاب بخونه که واقعا کاری خیلی کلان بود. باز از بین از او رقم معاشره ذکریا وری آدم برمشه که کتاب نیوشته مونه، کتابی آدیوس دیر فادر که بخوانین او تصفه نیست که در بین از او اگو دیگه کتاب را ریفر نکده باشه. دم هر صفحه اگو کتاب را ریفر کده که فلانه ده فلانه کتاب خانیر مگه، یعنی ای معلوم میشه که چقدر ریسرچ کده بوده برای از این کتاب نوشته کردن. ما بازم امی موتیویشن از درست شما گفتین رفیق شما بوده در مکتب میخونده ده، ولی چون نام از این کتاب را شما یعنی هدیه کردین کتاب را برای پدر خو، حتما اقول لینک در اونجا هم داشته باشه که با وجودی خود در مشکلات چی باعث میشه که شما یک کتاب نوشته کنین و او را هم برای پدر خو به طور هدیه نوشته کنین. بله. غضنفر برار کواری بکم اگه سیل کنین یک فوتویی که ما خودم گرفته بودم از هزاره قبرستان در بروریه و دوم که است کلانترین در خیال از ما موتیویشن از ما خدا بیامرز اجیه تیما اونا همیشه ما که ریزه بودیم یک شعر مو گفتن بزو همیشه در ذهن ما یکومونه، همیشه تقریبا که است هر واری که ما بلی کامپیوتر میشنوم میخوایم اگه چیز نوشته کنم بازم شعر از اونا که است داواز خودشان این شاید که است بسیار عجیب باشه، ولی یک اکستراوردینری اکسپریانس که ما دارم وقتی که اگو پیسیج مکمل موشه باز امو در یاد ما یکونام گفتن فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. در نظر از ما بله هنر خورا پیدا کرد و هر یک کس آل خلازم نی امو تمام رایتر تیار شونی، اگر رایتر تیار شونی بسیار کارهای دیگه ممنه که سوسایتی میتونه فیل شونه، بلکه کلانترین در خیال از ما اگزیستنشل موتیویشنی که آدم میتونه داشته باشه او همیه که اگزیستنس از ما که است فضول باید تیر نشنه. امو که مگه که don't let your talent be مطلب written on your grave که مثلا بلی قبل کاییشونه که بهترین ساینتیست میتنیشونه بهترین دکتر میتنیشونه ولی افسوس نشد. در خیال از ما شاید که است خود ما امو هنر خو تا چی بگم مگر یک ادنا کوشش که میتونم کنم امی حصه نوشتن که خود مفهمم که یک چیزی است که مر فولفیلینگ هم احساس دروم دبارشی امو د فلو استیت که موگی همیشه یک ساینتیستی که شما ضرور اکسپریانس کردن که مثال اگر انگار دیسکوری که فیت مایا یا اکسپریمنت که اثر ریزالت شی امو آها مومنت که مایا that's like beyond explanation. صرف امو کس که اکسپریانس کرده امو آدم هی میتونه مثال او احساس کنم. شاید بازم موگیم کلانتری موتیویشن بابت از کتاب امی بوده باشه که پس امی کار ما میتونم کنم، امی کار خود مفهمم تا حدی مثال امی واردز که ما بله کامپیوتر نوشتمونم امی تا حدودی که سمر فولفیلینگ احساس میشه. پس امو یک پرپاز یک مینینگ میتونه زندگی مر بیده. بسیار خوب، شما اردوشون بسیار تر فیلسافیکل گواره گفتین. ما همیشه که یه تجربه فیلسافیکل رو میشنم بزن تا دمنیش گم مشنم نه گم مشنم اما گواه سوالا که در ذهن مست و نه ذهن بر مشنم یک لحظه ولی بسیار انتر انجوی منم ایت کانورسیشن از را. خب از بری از این کم زرم های دا تکنیکل یا لوجستیکل ایشوز از بل چرکی غزنفر گابی لایبرری رو بال کرد که کویتا وری جای در هزارتان وری جای که استونجا لایبرری بسیار فیزیکال لایبرری که آدم باید از بینش کتابا بگیره بس بخونه و جوچی بسیار کم هستن. آجکل در کویتا در خیلی منتظر سوشل میدیا میگرد مگو ریدرز کلاب و گو جورجتن که در او بسیار خوب کار کرده کتاب خاندور در معاشره کوشش کرده هم کنه با وجودی از او کتاب قز در فیزیکال فرم availabilityش بسیار کم هسته در معاشره از ما relatively. on the other hand اگر ما بخوای
ذریعه آنلاین سورسز باشه، through PDF فارم باشه، کندل باشه، سافت بوکس باشه، ای بوکس باشه، بسیار زیاد است اویلیبیلیتیش. اما اگر ما یک کتاب باشین فیزیکلی کتاب را اگر بخوانی در برین ورسیز در فون یا در آیپد در کندل وغیره اگر بخوانی بسیار زیاد فرق داره. دمجی باره شما چیز رای دارین که آیا is it of course it's gonna be a lot better که اگر physical book باشه، ولی in the absence of that چی قدر recommend کنین؟ چون شما نه صرف خالی دخیرین بوکس لیکا کردین، شما articles هم نوشته منین constantly تا regularly article شما یا ریز article شما برای زوام اورم مردم خوانده میکنن. برای امزی شما چیز میگین که physical books versus virtual books یا electronic books چی قدر منایشن فرق باشه، چاहे वो ذریعه حساب خواندو والا حساب کتاب یا در زو لرنینگ چیزا opportunities و availability as well و کدام چیز زیاد مفید است و شما چیز recommend کنین؟ بله د بابت ازی که کتابخانه یا مثال حتی اگزیستنسی کتابخانه د مثال بروری و مریاباد امید لایبرری مثال د مریاباد و کتابخانه شهید مطهری دیگه یک جای دیگه است. به نظرم کاظم برار می حدود می که موتیویشن کتابخواندو صرف ما جلدی یک باری دوبارش بگم سایکولوژیست را که موتیویشن اکسترینزیک یا اینترنزیک که کلاسیفای مونه. اکسترنزیک مثال وقت آدم یک کتاب نوشتن یا میخونه شاید بگه مثال نالیج می اضافه شونه ما intellectually capable شونم ما دیگری بگیرم ما مطلب کستا دیگه می ترتیزای فاینانشلی ریواردینگ است ما آدم میتوانا شونم مگه یا شارپ مایند داشته باشه یا شارپ البو داشته باشه مثال. و intrinsic motivation حدودی است که یک نفر you don't know why you are interested میتر که شاید اگه کس شما پرسان کنه how come you are so much into chemistry ماشاءالله پی اچ دی کردن شاید او تر خوب متر قانع کننده جواب شما دادن نتونین there's something inside که مثال امو اسپارکی بکاوسکی که مگه امو اسپارکی امو gut feeling که است آدم مجبور نه you don't have any other option بغیر از اون intrinsic motivation مو هیچ تامی که ما بین نسل جوان یا استودنت ها که مو نتونسته گاید دلجی کنی. کارل سیگان که اونا مشهور استروفیزیسیست که بودن یک دنمو اپیزود که است مگه what a magic a book is یک مطلب یک اینک و یک پیج که است وقت آدم وازمونه as if time travel نه برای او کسی که سالها پیش که از دنیا رفته آدم میتونه قد زود دیسکس کنه. حتی ما بین ریلیجیاس اسپیکت که مثال که اولنی آیه قرآن است اقرا او کم اقرا او کم مثال اگو چیزی دیگه هر چیزی دیگه میتونست ما بین زو اضافه شونه. اونو حسه انترنزیک اکسترنزیک موتیویشن بلیدی شاید دلیلی باشه که حتی اگر لایبرری هم باشه فیزیکال بوکس هم باشه ولی افسوس مثال اونجا کس نیا یا کس رجانشی چیز نیا که بورا انتر شونه و بخوانم. دو ما بین ازی که فیزیکال بوکس یا دیجیتال بوکس شاید که شما در بابت ازی چیز خبر باشید مثال 100% خبر دارین که دیجیتال بوکس یا مثال اوور کنزمشنی کنتنت ترو دیجیتال میدیا که آهسته آهسته اتنشن اسپین آدم را اثر انداز میشه. امروز روز که است شاید دوستا وقتی که ترو فورم میتونه یک پی دی اف واس کنه ات د سیم تایم مثال کیت ویدیوز بله فیسبوک نیو مثال فلانی اگو چیز بله اینستاگرام بله اسنپ چت درو ما یا او یک حدودی مثال دیسترکشن اویل میشه که دیگه فوکس نمیتونه. در حالی اگر ما خود ما کسا بگم ما I would prioritize physical books که وقت physical books دگیر آدم است تا حدودی صرف هم فون خدم آف مونه یا مثال بله نیت را دیسکانکت مونه پس خود آدم است و بسیار امو اکسپریانسی که حتی اگه وری شاید دوستا شاید چیز بفهمن که بخی اسمیل فیزیکال بوکس دیگه چیز خوش آدم مایا شاید تا حدود یعنی دیگه باز زیادی کس ما بین ویست بالخصوص وقتی پیش از خواهو که دو کس اینا کتاب میخوانن و غیره و زور اگر ترو نوت پیت و غیره بخوانی از خاطر مو لایتی که او کس قدی ذهن آدم بازی مونه خواه آدم را دیر مونه شاید هم میتونه یک نقصان دیگه باشه. پس امو شاید فیزیکال بوکس دخیل از ما یک کلاسیکال ویستا اگر آدم امو طرقه بیتونه کتاب خوب بخوانه اتلیست امو منتال یا مثال بایولوژیکال اثراتی که بله چی مدام مایا یا بله ذهن دم از خاطری که ما یک فون دارم یا نوت پیر دارم شاید اونو که است آدمشی بچاوشونه. خب بس چیزا چی مگه مختلف قسمای بوکس است in terms of its classification بگین type بگین exactly word design نمای novels است history است علاوه از psychological books است مختلف types است genres of books
مختلف جانراز و بوکس خواندو خوب است یا انت گفتیش که مالتیپل تایپس خواندو خوبه یا گودن پرتیکولر که دلارم خوش آدم مایا اونمو بوک والا زیاد خواندو خوب است دستی باره چیز ممکن شما. د بابت یزی اورال کس دنیا که فعلا دیولپ کرده را یا الدس اکسلی بریو نیو ورلد که نوشته کردن نیل پوستمن ما بین amusing ourselves to death کس اونا دیفرنشیت ما بین 1984 جورج اورویل یا الدس اکسلی ولا دنیا بازو که هستم مگه فی الحال ویست یا مثال دنیا ازمو مو دا مثال تسلسلی که ویست مو طرف پیش موره مو طرف موری باز مو که است در ما بین هکسلیان دنیا زندگی نه هکسلیان دنیا که there is an ocean of مثال irrelevant facts ما بین از truth را دیگه کی او قص ارمان داره یا کی او قص حوصله داره که truth پیدا کنه آدم اپریشن دیگه از بیگ برادر نیه بلکه آدم بدیست از خود خود چیزی که لو مونه و چیزی که مثال سومایه و چیز بذات خود که است بلدی آدم میتونه اپریس کنه مثل از که امروز روز مو دیجیتال میدیا و غیره سوشال میدیا رو بالخصوص سیلمونی باز در بابت از این چیز ما شاید امی قصد بگم که فیکشن را I would recommend for everyone like scientists like yourself مطلب ما باید از top priority یا top نمیشن دوستویفسکی هی باید در خیال از ما از scientist یا هر کسی دیگه که است یک باری دوستویفسکی را ترای کنه بخیم اکسپریانس زندگی که است گفتهشی میتونه چینج شونه فیکشن باز دوستان میگه فیکشن I cannot relate to fiction خبر مو دروغه یا بات متافوریکلی که است او راسته مثل که ما بگم فیکشن یک دروغ است ولی او تر دروغه که راست را پورتری مونه مثال وقتی مو کرام اند پانیشمنت دوستویفسکی میخوانیم ما بین زور راسکولنیکوف و مو آخر شکسته که دیگه او بعد این قصد گلتی کانشیاس داره که دیگه هیچی نموشه باو داون تو چیزا سونیا مگه ما ده هیومانیتی که با داون منو ما ماندارم که مو کسا سفرینگ پر زندگی از مویا و میتر بسیار کسای دیگه تسلسل از این مثال کافکارا بگی مثال پیشتر گفتم آلبرت کامورا بگی و میتر همینگوی را بگی که مثال دا اولد مین ان دا سی والا یعنی تا حدودی که اگادم فیکشن ما بین زندگی خو ایت کنه شاید مو اکسپریانس زندگی کدو و کنکشنش قد دیگه مردما کس اونو مزید امپلیفای میشه آدم مزید کس کوشش نه انسان رو بفهمه از او حد که باز ما بین ازی که آدم اکادمیکلی که است میخواه اکسل کجا کنه یک کسی که هیستری شاق داره خو لازمی طور پر اونا میتونه هیستوریکال بوکس بخونه یک کسی که ما بین استیم فیلد اونا میتونه استیم فیلد بخونه ولی تا حدودی هر ایرلیونتی که آدم چیز میتونه بخونه اگر مثل پویتری مثال اینا ما زیاد ابسیستن کد پویتری جونیلیا مثال و امی ترکست هوشنگ ابتهاج یا امی ترکست مثال چارلز بوکاوسکی یا یه موتره که مثال ما بین امو دیگی اگزیستنس آدم ما بین امو دیش که آدم دی اگزیستنس آدم ملاموشه میسی یک نمک اور مثلا مثال است که مزید تیستی مونه اگزیستنشل اکسپیرینس آدم را سو پویتری اور فیکشن در خیال از ما ایرلیونتی که او انسان کرمی بگراند چیزا یا چی شوق داره همیشه ریکمند کردم ما ذکریه بیار ما فکر منم که کتاب خواندن از شوق شروع میشه و از عادت خلاص میشه. از شروع وقتی که آدم کتاب را میخوانه از شوق میخوانه شوق داره که کتاب را بخوانه بعد از او عادت جور میشه بعد از او خواسته نخواسته انکانشسلی همون در پیش خیلی کتاب داره که میخوانه سفر موره کتاب میخوانه از خانه تا ترین گرفته تا کار موره تا یونیورسیتی موره میخوانه از یک شهر دیگه شهر موره میخوانه در پارک موره میخوانه هر جایی که باشه او میخوانه او یک عادت جور میشه. مردم از ما البته ما سایکولوژیست نیستم و میتونه یک آدم که آشنا باشه در فیلد او بیشتر صحبت میتونه ولی ما فکر نم که مخصوصا مردم از ما که در پاکستان زندگی مونه در او روزا که ما و شما کلان مشودی او وقتا کتاب خواندن یک لگژری بود مو زیری ستم بودی زیری ظلم بودی هر روز کشته میشدی سایکولوژیکلی مردم خیلی دیپرس بوده کجا برسه که اونا دسترس داشته باشه در کتاب یک کلان درصد مردم از ما قدر پول نداشت که در مکتب سرکاری رفته درس بخوانه کجا برسه که او لگژری کتابخانه نداشته باشد یعنی او وقتا واقعا کس فکر نمیکرد که او کتاب بخوانیم یا کتاب خواندن هم خوب است لیکن اگر ما را فلیپ د کوین کنیم دیگر طرفش فکر کنیم میتونست کتاب خواندن هم کمک از ما شونه مثلا اون رقم حالات که بود کتاب میخوندی شاید بهتر میشه یعنی این دبل ایج سورد است به نظر شما چرا امی مردم از ما بالخصوص نوجوان از ما از کتاب خواندن دور است آیا می ریزن ازی علت ازی میشه میتونه که واقعا مردم از ما
اوور د تایم زیری ظلم بوده یا معاش خوب نبوده، از او خاطر عادت جور نشده. الان که علی مردم از ما در بیرون زندگی نه، در استرالیا، یورپ، کانادا، امریکا، دیگه کشورها زندگی نه که اونج کتاب است بازم نمیخوانه، به خاطر از اینکه اونمو شوق خواندن از ریزگی نبوده. غضنفر برار بسیار زیاد ستال اوره هم پوینت شما اینجی پین پوینت کردین در حساب از که مثال کتاب خواندن یک عادت میتونه تیار شنه و حتی زیادی تیم ما ایرا بلده ینگ لیسنرز ایرا ریکمندم که مثال آدم obsessively هم باید کتاب نخوانه، مثل The North from Underground، مو Underground مینی دوستویفسکی که است او توتالی از پرکتیکال لایف خود خود دیتیش کرده، او کسی در Underground زندگی نه، او میتر ریویل مش از if که او تمام چیز را مفهمه، at the same time که تمام چیز مفهمه پرکتیکالی و یک اچیومنتش نداره. مثال این طرح ما باز کسار دوستار ملاو شدم که مثال در گوشه خاص سوچ مونه خو یونیورس که اکسپین نه، در چیز درو اکسپین نه، خو مثال کسا پیش از بیگ بنگ مثال که طور بر چیز بوده، یا مثال irrelevant philosophical topics داره که مثال بیا نیچری تروت را بغیر اکادمیا، مثال بغیر از که یک سریاس ریسرچ بیا گب دی اینی چیز دخیال از ما بینی نایو این اکشن مبرا آدم را او ترم خوب نیا که آدم پرکتیکلی از دنیا پس بمونه، آدم کسا زندگی امو سرکار جونیلیا که مو گیا دخیال اب نکلاو اپنی اندر سے گرم سامان کی ضرورتی ہے میتراخ مو گیا نونا، بس دو حدود هم آدم باید نباشه که ذمہ داری های پر فامیلی پر معاشره پرکتیکلی که است از او دور شونه. اما افسوسی در معاشره خود خو اوش کدوم میتر چند کساره که اونا کستا شاید بسیار امو دیرانیم که دغدغه یا مثال امو پر سوچم زنا امیه که مثال کستا کدام کتاب را بخوانم، کدام کتاب امروز خوانم، کدام کتاب صبح بخوانم، بازو ویتاوت اینی پرکتیکال ریزالت در خیال از ما او شاید هیچ فایده نداشته باشه. بذات خود شاید آدم کس انتلیکچوالی پروسپر کنه، مگر باز you cannot disconnect yourself from اصلی دنیا. مثال دوم کس در بابت دیگه به شما که نسل نو از ما بالخصوص ما بسیار زیاد پیتامور مایم افسوس ما کس نسل نو خورن نه که خدا نخواسته ما از یک اکوزیشن که است بگم برای مو چیزی دیسکرایب کنم که خودم فیل شدم مو کس فی الحال تروامی جنوسایدی که پرپچوئر شده بلی از مو بسیار فکتر دیگه مو فی الحال دخیال از ما دا ایلا جنریشن داره. ایلا مطلب چطور ولا که ایلا خوره ایلا گشت ایلا دایه، مثال ایلا خور دا سینس دی که مثال ریلی آگو رنگه سکیل اونا داره که خدا نخواسته آگو روز اگه فیملی دیپندنت بلیز اونا باشه یا واتیف اونا سروایور کس گفتیش ما بین آگو پروگرام بوره که اونا در جنگل اونجی کستا بگه سروایو کنین یک هفته وری اونا اگه دیگه هیچ چیز نه ولی که کوریز خود سیر کده بیتنن اور الگش د سینس دی که توتالی فری تایم اونا رو ملاو مش افسوس ما چند وری مرفتم نوت مقدم که باز لوکیشنز د بروری مریا بعد است ازیف 3 4 5 گنته obsessively کسا لودو بازی کدوی مثال بالکل یانگ مایندز بالکل یانگ دوستا دمای رمضان خو بیخی گفتیش از بعد از اینکه افطار منی تا پشاونی خو رولمو یک مطلب اولی کار کنیم اور ترد که است در بابت ایلدا you will be amazed که مطلب وقتی در دیسکشنی نو نسل قدم میشنه قد زنا گب میگه چقدر زیادی تیم که توتالی آف تاپیک توتالی مثال کسی بسیار شلو دیسکشن زنا داره ای تا حدودی در خیال از ما مالتیپل ریزنز میتونه باشه ولی امی ایولوشن ایلا جنریشن در خیال از ما که هم ده نیچر که است تا حدودی امی مو اکوسیستم مو کن سستینیبل ده کویتا مو کس انفراسترکچر مو دیستراید مو کس ایر کندیشنز اینیا مثال کس بلدی ازی و حتی نویز پلوشن شما شاید کس اگر پیش رفته باشین بعد از اینکه دزی ملکا زندگی مونیم اونجا موریم شاید افتی اول بخیر سردردی امی که موتورسایکل رنگ میزنه گاڑی رنگ میزنه و غیره و تمام سب کانشیس اثرات داره. همیتر اندیویدوالی یک مو فکر کنی مثال کس اتنشن سپین و دیگه دومنیشی برار ما بلده شما بگم دی الیفنت این دروم پورن ادیکشن یوتر چیز هست که تیبوی آدم گپ زده نمیتونه مثال ولی چی قصد نسل نو از مو دزی چیز گرفتار است تا حدودی که مثال امو لیبیدو یا امو اوورال که است امو منتل انرژی که اونا داره تمام که است فضول می و همیتر ایدنتیتی کرایسیس داره امو که است انیجوکیتید مایند و غیره یا سوشالی بس شما خودون شو خبر این که چطور که است یک رنگا مو یک کنسپیکوس کنزمشن دارین شما نوت کده باشین فی الحال مو کلچر خوره ریلیت می د دریس مثال
مثال سیل کردن چقدر گران شده دریس یازرگی in most of the time خدا نخواسته ما اعتراض ننم most of the time most of the dresses over value over priced اور خوب شم نیا مگر کنسپیکوس کنسامشن از اینج پیسا اموتر بازو ما بینی سیکین هن ترد هن میرسه دو کس کو دریس جونه دزو نمیرسه هم مطلب دزی چیزامی تمام چیزار و کویته خود چی افسوس یک شاپینگ مال تهر شده برار شما گبورین سیل کنین از بیگ شاپینگ مال اونا میشه که مثال چیزا کنزیوم کدو و در خیال از ما کلانترین وجهی که ما کتاب نمیخوان نسل شو چرک ما لیدی اینف ماتریال بلدی کنسامشن داره منتلی اور فیزیکلی بلدی فیزیکلی همی که هوتلایا نان ریدی مید فود که اسم ناموشه سیکندلی منتلی که استن فون یعنی که است گفتش چیزا ماشین امی لاس ویگاس وری گفتش امی تر یک چیزا ماشین کمار وری ماشین که است د دې استدام است چرکی سوشال میډیا الگوریتم چې تریستن هریس وقایده ای چیز نشان داده که امی الگوریتم ورمی لیاوت امی دیزاین سوشال میډیا می ترسته که آدم ادیکت مناقشی زیادی تما شایش مونوت کده باشین آدم د هوش اجنیا د فکر دیگه جای مگر سیل نه اسکرول نداره مثال سکرولن همونطور که اجتماع یک گیم در ایران که است زیاد مشهور شده بود اگه خبر نیم اسکرول بود چیز بود مقابله شنی تر باتن دینی که است پیسه جنریت مونه یعنی مختلف دیگه سایکو سوشال که است گفتیش اثرات است که دیگه مثل مو الیاس هکسلیان دنیا که you are oppressed by the thing that you adore by the thing that you very much love و مو چیز هی اثرات انزی مشک آدم دیگه تایم نیه بلده کتاب خواندو دیگه بالکل امی گبر بسیار مهم گواره گفتیم که positive sides چیزا تو خدا هم یک گوه است but we cannot ignore the negative aspects of the society و متاسفانه بسیار زیاد غیر negative aspects را که استماع می‌گردنی چاهی و فیزیکلی باری بینگردنی یا through social media بشنوی از ذریعه مختلف مردم خب خیلی اینجا شما یک گوه گفتیم که باید practically چیزا باشه یوزفول باشه برای سوسایتی خو برای خود خو برای فامیلی خو از این گپ چیزا یک دیگه گفتم داخل زدن تایم میلاونه مشنا برای چون مختلف وجوهات داره مختلف چیزا داره آدم مصروفیت داره شما by profession یک د بانک کار منن که لون وغیره که کستمر دیلینگ دارین predominantly ذریعه معاش وغیره شد financially چیزی شم resource شما بس how do you balance that with شوق شما که نوشتن کدو article نوشتن کدو کتاب نوشتن کدو بالفاظ خودشون تایم ملا مش نشما را چیز خمینی اینجا ما قاسم برار انتان چیخوف یک کورت در چی وابسته است اونا خود دکتر بودن بس بسیار ماسترفول کریئتر شورت ستوریز انتان چیخوف مثال اونا یک جای کورت چی هست میگه medicine is my wife and writing or literature is my mistress مطلب شاید تا حدودی چوایس از ما که ما بین ویزیت ادمنستریشن هم زی خاطر هی رفتون که you can never ignore reality دنیا را وابسته بالخصوص financial freedom و ریال ما کلیم ننون که ما financially totally independent هستم مگر at the end of the day it's much مثال luxurious یا it's much comfortable وقتی دیگه تمام چیز در کنترل آدم بیشنه بله رایتینگ وان صحیح مثال که است too much comfort یا comfort crisis که آدم کلو پساوشونه و میتونه کریتیویتی رو کسا خراب کنه ایج مثال کسا دیسکوری یا بسیار چیزای دیگه کریشن لیترری کریشن کسا همیشه از حدود یک چیزی که یک سختی یک بدبختی یک بسیار تنگ حالات که بله از او رایتر آمده اونا تنسته کریت کنه مگر این ترم نموشه که آدم کوری گوشنام بیتنه نوشته کنه بایولوژیکلی it's impossible مثال ولی از خودم پرسنلی تا حدودی در خیال از ما شاید اگو رو سیر نشنه که اگو ما شارت ستوری را مثال نخوانم اتلیست دیگه هیچ چیز نشد سنسایری خانم ای میاد دیگه خانه که من دو ما گوندیم گنته کستا زیاد تایم نمیلگه او تر شارت ستوریز بالخصوص انتان چیخواه بالا شارت ستوریز کستا یا مثال حتی ری بریدبری ولا که است و لافکرافت و غیره اینا اوتر شورت ستوریز است که پورا مو اگزیستنس آدم کسی نو پهلو میتونه بیدیا و دوم واپس کازیم برار this something که I know I can do or this something که مثال ما میخوایم بله کمیونیتی اول بهتر ما میتر که ماشاءالله شما که است از ساینتیست غزنفر برار هم که است it's something که مثال شما ترومی ساینتیفیک پرسیود خو که است میتونه اینسپیریشنال استوری تیار شده قد الناس نو بهترین کانکشنین بله از ما تقریبا
تقریبا نمیه که مثال که است ترو رایتینگ ترو ریدینگ هی ما یک چیز کانکریت میتونم و فرق کنم کمیونیتی خورا بالخصوص کمیونیتی از ما که از تردیشنال چین زنجیرهایی که بسیار ناانصافی است که پسا است نسل نو از مو امور که است مو یک حدودی مو پیشتر بخشش باشه اخنا پایین ما جلدی بگم آقای غضنفر برار پیشتر آقای فاضل موسوی در بارش گفته آقای فاضل موسوی حکم یک بسیار استاد و پدر از مرا داره مو یک سال که است اونا منجی در یوروپ هم بود مو در دوسلدورف که است اونجی بودی در ایرپورت منتظر اجازه بدی باز اونا ولی از ما یک بسیار خوب میتیکال استوری رو گفت همیشه در یاد ما است همیشه در قزونا ما دعا دارم اونا گفت که یک روز در یک جنگل آتیش میگیره و از بعد که تمام زی حیوانات کوشش میکنه سرقه از خود آتیش گل کنه مثال فیل مورا دیگه جانورا مورا ما بین از یک ریزه پرنده دو قطره که است ما بین خوشویر که مومی گرفته و مساعد مورا و از رایش که است فیل مایا میگه تو چرا عذاب میشی دو قطره ولا مثال یش کار کنه تو بیش مواسته و زو میگه نه it's not something که مثال contribution از ما چیزه بلکه it's something که I want to remember myself که مثال ما یک کاری کردم بلده ازی که خانی از مو آتیش گرفته بود so basically I would also think myself مثل مو یک پرنده وری که یک میخواه یک کوشش کنه پس به خاطر مو وقتی هم intrinsic motivation باشه you can manage it somehow not always مطلب مگر اگو رنگ آدم manage میتونه آقای فاضل قصهش کردین دمو کتابی ریلیشنشیپ نوتس هم شما گفته بودین که آقای فاضل به نظرم در جرمنی هم ده بوده یا هم تر تیرمش ده بودین گپ زده بوده درباره عشق مجازی و باز ترانسندنتال عشق و عشقی حقیقی به اصطلاح امیره در کتاب هم نوشته کردن واقعا آقای فاضل نگفتنم نکی یک بزرگوار خیلی کلان است نه فقط یک آرتیست است بلکه امو فیلسوفیکل گپای زنا برای مردم از مو همیشه سودمند بوده بالخصوص از مو نسل دیگه واقعا از این پیشتر شما در موردی سوشل میدیا هم گفتین در نتفلیکس هم یک شو هم ده بود سوشل دایلیما شاید هم دیده باشین تک سی ایوز از سیلیکون ولی مای موگه که چی رقم اونا تک را استفاده کرده سوشل پلتفرمز استفاده کرده مردم را حکمونه در موبایل هایشی و یک حقیقت است واقعا و مردم از مو ام در زمریونم زومای دیگه شکارونم زو چیزایی شده اینا باز برای خود خود برنامه ها دکار داره میرخم شما گفتین کویتا مورین بسیار به اصطلاح حوصلهشون کم میشه از خاطر ازی که مردم از واقعا دو سمت که شما فکر منین دو سمت یا موها که فکر منین نموره و یک سمت دیگر است همون رقم که الینوی روزولت هم موگه که small minds discuss people average minds discuss events great minds discuss ideas در نظر شما چی موها یا نه فقط شما بلکه مو نسلی که تنسته میتونه که برای دیگرها اگو کار کنه مو چی کار میتونیم دمی رقم حالت مخصوصا شما به اصطلاح یک رایتر یک نویسنده شما برای از یکی برای نوجوانا شوقی درس خواندن پیدا کنین چی کار میتونین در ذهن شما چی ایده است فکر کنم امی ریسنت امی تازه هم که شما کوی طرف تا بودین اگو ورکشاپ گرفته بودین این طرف و طرف در مورد امزو هم اگر بگین خیلی خوب میشن بله خب غضنفر برار در خیال از ما هیچ تایم یک کلکتیو اور میگا کس پرسیوت نداشتم که ما فکر کنم مثال کس پورا سوسایتی باید چینج شونه بلکه کس از کسی که همیشه واقعی می دردمندی قوم میتونم بگم احساس کدوم راستم بلکه کلانترین ما چند جای قدی وقتی یونیورسیتی میخواندم و درباره ازی پرسان میشد کلانترین استوریش کنکت میتونین کیا ما گفتیم هیروز از ما که از استودنسی بیوتامز که شهید شدن از شاگردای کاجا شاگردای مکتب موعوده و همیشه مو یک دنه از او خوار مو مثال که از او شاگردا یک فوتوی شسته که مثال در نزدیکی یک پنجره ششته اونا چی مزونا که چیزا شده وگار شده خاطر دوستون برو مینگرنا باز مو تقریبا او استوری باز ما بین سیونا کتاب که فیکشن این دفعه ما کوشش کردم مثال یک تیکان در ریال مثال که اصلی امی چلنج رایتینگ را که فیکشن کایک دوی اور ما کوشش کردم تیکان
کان کنم در نام د اینویزیبل مثال فصل درافت مکمل شده. ما یه چیزا میخواستم بگم که در خیال از ما اوورال شاید که است اگمو درباره از اینکه چطور مو چی کار میتونی کنی you have to just focus on the individual مطلب میتونه او یک بسیار یک استودنت 8 لیول 9 لیول بسیار معصوم استودنت رو سوشال میدیا کنیکت شونه قد از مو هیچ تایم که است مو ایگنور نکنی حتی مو سوال معصومانه انده سوال کنه داره که سر ما اسکالرشیپ میخواهیم یا مثال که سر ما یعنی مطلب که ما در فلانی جای میخواهیم ادمیشن بگیریم یا گو وری فاینانشلی که است اونا دیپندن است حتی اگه دیگه خودون ما اگه نمیتونی اونا رو هلپ کنی اتلیست پرسپکتیو از ما میه که کنیکت کنی قد اگو استیک هولدرز دیگه در خیال از ما بله اندیویدوال آدم کنیکت شونه قد یک فرد که است آدم کوشش کنه اندرستندینگ پیدا کنه او امو فرد که است یک نفر دو نفر سه نفر مثل یک زنجیر حلقه میشه و سپاروس که است آدم میتونه کلان چینج یا بتونه ویتنس کنه. So as a personally برای خود ما I would say که مثال یک کوتی در فریدریک نیچه هستم یا bring me a pen and a paper and I would give you a revolution مطلب I would say که throughout history یک مسئله کنی almost all of the times که هسته through I mean knowledge کسی که مثال intellectually capable هسته اینا هی که هسته یک رنگه دایرکشن داده چی اونا آرتیستا باشه چی ساینتیستا یک ماشا باشه چی فلسفرز و غیره باشه چرا اینا غزفر برای کریتیکل تینکره کریتیکل تینکینگ که است تمام اهمه در معاشره از ما که است او ایجاد شونه او که است questioning you have to not only مثال که است look for the answers but you should also question the questions that you have یا مثال سوالاتی که در ذهن آدم پیدا میشه و نور آدم کنتریبیوت بیتن از ساید از خود خو هر طریق خود چرا اتلیست مو ادم اسمیت میگه اینترنال اسپکتاتور یا ضمیر یا کسا کانشنس که مو میگی و نو مطمئن در خیال از ما شونه که اتلیست ما کسا گورنگا کنتریبیوشن از ساید از خود خو در طریق رایتینگ در طریق ازی که ما فاینانشلی یا طریق ازی که ما خود ما ماشاءالله مثال شما آردویشون که است یک اینسپریشنال استوریز دارین که میتونه که است یک نفر دیگه یک جوان را که است از کویته اونا اینسپایر کنه تا سیل کنه که هم گول سیتینگ از اونا که است دمی باشه که ما در مقامی که شما رسیدین مون بیتنی خود خو برسندینی بس مو چطور میشی مو کسی مثل یک زنا یا مثال که است یک رنگه یک استیپ یک تا حدودی که است اونا رو بیتنی هلپ کنی دیگه او بس بلیزو ایندیویدوال که او چی طریقه میتونه برای خود خو پیدا کنه و همتی بلندشتو پدر ما یک شعری دیگه ما گفت مگه همتی بلند دار که مردان روزگار زی همتی بلند به جای رسیدن باز مویه دیگه که هستم همت خودم باید همیشه بال بگیره دزی تر معامله بالخصوص که بودک بابتی بوکلانچ و غیره قسم فربرار you don't know how much که مثال کسمر خوشی ملا میشه نسلی جوان که ما یاد بوکلانچ ما کسته تیپیکلی ایشتان کوشش ننو مثال با صد احترام نسلی که از مو پیش استان دست مثال پدر و مادر از مو است فوکس ما اونا باشه که اونا باید یا کسایی که اینتלקچوال زیاده نشو و غیره هستن اونا بیشنند بوکلانچ نه فقط نسلی جوان چرا اینو که دمو ایجی که اونا هستن they need some kind of stories they need مثال یک کسی که بیتنه خودشان کنیکشونه که فیل کنه که اوکی مثال اینی امزی گلی از مو است یا مثال کسی از معاشری از مو است if he can مثال ما هم میتونم کنم so basically I would say که through story telling through امی کاری که شما مونید ما بازم زیاد اپریشیت کنم که مثال کسی همی یک سرشته که شما گرفتین this is a contribution مثل ما آقای فاضل که مگفت که مثال at least metaphorically کسی خانی از مورا که افسوس ارتش گرفته ایدر هم نجات میدیا بسیار تشکر بسیار مهم گوار گفتین بسیار مزدار گوار گفتین ما کلو انجوی کردیم این کانورسیشن شما متاسفانه شما پرایر کمیتمنت هم دارین ما نمیخواید بسیار زیاد تایم شما رو بگیریم البته یک چیز امیگا رو گفتین که فیچر استودنت ها رو بریشی مشغله را باشین گاید باشین next generation یا او student ها یا اون نفر که شما گوش میدن چاید هر ایج گروپ که باشن اگر میخواین می کتاب نوشتن یا کتاب خواندن میخوای شروع کنه نمیتونن نخساری روتین خوب باشه از خاطر عادت باشه for whatever reason برای از اونا شما چی اگه ادوایس دارین که چی رقم اونا start بیتنه و اونا که already start کرده و میخواه که امو کتاب خواندن دمانی کتاب نوشتن کدو یا دا article نوشتن کدو what is the starting point برای از اونا چیز یک ریزا ادوایس اگر داشته باشین
مهم. بله خب انیست همینگوی مو امریکن رایتر که است اونا میگه there's nothing to writing you just sit on a typewriter and bleed مطلب یا نیچه میگه of everything that I have written that which is written with blood is genuine مطلب در خیال از ما ناممکنه که کمفورت یا آسودگی که است کریتیویتی را بوست کنه در خیال از ما ما نمیخواهیم که مثال که است حالی خدا نخواسته اگر آرزوی بد داشته باشم بلده نسل جوان خود مگر I wish که they suffer meaningfully مطلب نه لموت Dostoevsky میگه of greatest regret یا fear is that my suffering goes of vain مطلب که مثال ما امی درد ما که مر ملاومشا suffering که در زندگی منم امی بیهوده کس از گیر ما بورا. So basically I would say که مثال اگر اونا د پین درد زندگی بسیار مثال د حدود کس اونا مختلف ریزنز داده که اونا کس فیل شنن یا تا حدود فیل د سنت یمی که امو حالات زندگی که است بله ادم حاوی میشه. پس یک طریقه ای است حتی این چیز ریسرچ هم نشان داده اکسپرسیو رایتینگ که میگه بلده مود ادم خوبه بلده ازی که مثلا سایکولوژیکلی ادم میتونه کتارسیس کنه این چیز خوبه آیا سی امو کسایی که شوق داره و نوشته مونن اونا می را بگیرن امو دردی دارن امو سفرینگی که دارن امو را کانکریت که است بله پیپر بیتنه رایت کنه و ایر ما بگم کاظم برار you will be amazed که باز نوجوان نسل بعضی از اونها که ما ملاو شدم how much of a creative mind چقدر اونا که است چقدر بهترین فکر نه چقدر بهترین تکست اونا نوشته مونه بعضی ابو در سن سال 15 16 17 که اونا تکست خوب بلد ما ریمونا ما غیر از اینکه بگم واو د ایج شما بودیم واسه فکرش نمیگه just keep it up مطلب ایره کسا پیش ببرین و در بابت از اینکه ادوایس ما داشته باشم اگه کسا پرسن که مثال کس how do I start writing یا ما یک دو جمله نوشتن و موضوع بعد کس دیگه و سلیم نموشه یا مطلب گراماتیکلی که است ما کمزورم I always suggest که مطلب کس پیش از این موریزه بودی گفتن که پیش از اینکه اگه کار کنی فکر کو then there is also a step prior مطلب که است پیش از اینکه فکر نی بخوان I suggest it to everyone مثال و کس که نوشتمونه و کس که نوشتمونه اونا ضرور باید کتاب بخوانن at least for 6 months مثال کس فقط کتاب بخوانن فقط کتاب بخوانن بعد از او که است وقتی نوشتمونن زیادی تیما دوستا میگه ما مطلب نوشتمونم از او بعد که است نمیفهمم کی صحیح یا غلطه no don't ever bother yourself که درباره فرست درافت خود فکر کنی هر چیز که در ذهن تو میاد فقط نوشته کو فرست درافت بعد از او که است سکند درافت ثرد درافت فورث درافت حتی فیفت درافت است که است صحیح میتونه we will judge you by the fifth draft که تو چطور نوشته کردی و آخرینیشی که است مثال چارلز بوکاوسکی که است پویم است don't try مطلب یک چیز نمیتونه آدم حاوی کنه اگر یک نفر بوک لانچ کرده یک نفر ساینتیفیکلی بسیار پروسپر کرده پی اچ دی کرده یک نفر که است اگه چیزی دیگه شوق داره آدم کس کوشش نکنه تا حدی او شوق بلی خو حاوی کنه if it comes out of your gut که واقعی میکست و میخوای نوشته کنی you should take that pursuit مثال که قدی هر رنگا دیگه challenges که مایا وگرنه گوتر نمایا of course maybe you are created for something else focus on something else. تشکر زکریا برازی پیش که شما بورین کتاب سیم شما که مایه و نامشی The Invisible گفتین؟ بله غضنفر برده اینویزیبل کسی استوری یک بچه آزرای بسیار 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 زیاد که است خود مرا اذیت کرده بلکه یک جای کهات است مگابو تکس خودی رایتر را گریه ندیه بزو کسی چطور ریدر میتونه قچی کنیکشن I would say که بخیر انشالله بایا انشالله کسی برای شما مو هدیه مونیم فرست درافت چی مکمل شده تقریبا بلیک و دیزاین و غیرش کار مونیم دیگه باز بخیر کویتا کی رافتی ما بین می ویتین امی مثال که تیما که شده مطلب امی کامینگ یر دیگه کستا باز بینگنیم که کی فرصت مشو اونجا رفتیم لانچ مونیم I would say که مثال دی انویزیبل شاید نه تنها بلدی ازی که بلدی خود ما بسیار مینینگفول بوده بلکه همیشه شهیدایی که مو داشته جنیساید که از مو شده و او ستوریزی که مو داره عرفان خودی ما دا یاد ما دا میچی یک ویدیو بوده بنده خدا بله استیج که رفته گریه کده مثال و همیتر دوستای دیگه و این دایرکت کانسیکوینسیز که داره کسایی که در اندونیشیا پسا و کسایی که مهاجر و غیره شدن it will be dedicated to all of them چرا یک ستوری یک تر چیز است که کنیکت میشه تمامی از اونها و یک ادنا هدیه بلدی از اونها مسته بلدی یادای از اونها که ما همیشه میگم we should never forgive we should never forget او کارایی که شده قد از ما
به اصطلاح از رگی ما چیم در هستیم ذکریه برار موفق باشین برای کتاب و انشالله با امید روزی که به زودیه که شما را بتونیم در امریکا دعوت کنیم که رونمایی کتاب خود دگو دانشگاه دگو یونیورسیتی در اینجا کنین که نه فقط مردم از ما بینگرنه، چون مردم از ما هم نیازی امی رقم رول مدل دمی روزا دینمی تر کشورها هم داره، نه فقط برای ازنا بلکه برای دیگه مردم هم نشان بدیم که بین مردم از ما چقدر توانا نفر است که قلم شی قدر توانا است که مردم را در کنج کنج دنیا گریه میدیه دیگه. واقعا چیم در هستیم برای کتاب. موفق باشین. بسیار زیاد تشکر که امروز ما دادین. زنده باشین. تشکر از شما هم. خواهش می‌کنم.